هر کس که به گوشتی نبرد آورد سر مهتر زیر گرد آورد. دوستانی عزیز اکنون به گوشتی نبرد آوردن دو جفت دو پهلوان دیگر 20 ساله پهلوان توجیک با رقیبی 21 ساله از گوشتین میگیرد. اینها یک مرتبه مبارزه برده بودند، حالا به سودی پهلوان ژاپن و نوبت جنبش کرده بود. این داور تربت است از مغولستان. نبرد نوبتی را حکمی خواهد کرد. انا این عرات است. تاتسوکا و سال 2017 در همین گرند اسلم مؤلف میدان طلا محسوب میشد. جایزه دار قهرمانی آسیا است و همچنین جام سنت پترزبورگ در سال 2016 را به دست آورده است. انا این سامان است قهرمان جهانی جوانان گوشتین جودو. جایزه دار قهرمان جهانی نوجوانان و یکی از پهلوانان نامدار تاجیک. کوچیک تاتاشی تکنیکای دوست داشته سامان محسوب می شود و پهلوان ژاپنی باشد سوی نگی سر کتف اصول را با کار می برد. اکنون نبرد پهلوانان برای به دست آوردن نشان دوم برنجی شروع می گردد. حالا در اینجا مخلصان ما هم هستند. تاجیکستان صدا میکنند. از سال 2019 ماهی ایول بود در گران پری زاگرب آنها تلاش کرده بودند. مبارزه دور و دراز بود و اون وقت تاتسوکا پیروز شده بود. حالا اکنون سامان شکل دیگری گوشتینگیری را پیش گرفته است. پهلوان ژاپن سراسیمه‌وار از آستین رقیب داشته است. کوچیک تاشی راستا پرتافتن رقیب است که در گوشتین جودو بیشتر طریق دست به کار می رود. انا این پرچم جمهوری تاجیکستان با قدساتی که قبلا ما درباره‌اش سخن کردیم و امید کردیم که پرچم جمهوری تاجیکستان بالافشان خواهد شد. حالا ما پرچم جمهوری تاجیکستان را دیدیم و باوری کامل هم داریم که پرچم ما دیگر قطار دیگر پرچم ها آویزان خواهد شد. دست و چنگال و قد و قامت سامان نسبت به تاتسوکا و افضلیت دارد. قد و قامت بلندتر دارد. گوشتی نگرفتن پهلوان ژاپنی و کمیکات را داد. رفری مرکز میگوید که هر دو نو درست به کار میبرند و اولین شیده ها را برای این جفت نشان میدهد. داور مغول وزر نزدیک اومدن بود. وزر میدهد. این با فکرم با وزر مونند هم نبود. شاید داور در اینجا کمی سراسیمه شد. و حالا سامان اکنون پای رقیب را رها نمیکند. اگر برای ما تکرار نشان میدادن این حالت را خوبتر میشد که در اینجا در اصل بود وزری یا نه. دو دقیقه دیگر باقی مانده است. مربی سامان میگوید که 2 دقیقه را ثمراناک استفاده بر و سامان باشد سراسیمه‌وار تاتسوکا را جنگل میگیرد. برای مربی پهلوانی ما شاید در اینجا داور طریق اشاره آگاه کرد. باکوری میگریزد در اصل. تاتسوکا و حالا از چنگال سامان خود را رها کردنی است. اما پهلوان ژاپن باشد وقت رو کشال کردنی است، به خاطر که با یک وزری جنبش شود.
سومون بعد از قهرمانی جهان توقف کرده بود و نو اکنون به میدان نبرد میبراید. کمتر از 1 دقیقه دیگر باقی مانده است. باید این شیدوی دویم را برای پهلوان ژاپن نشان دهد داور مرکز. همین حالت دیگر هجوم کند سومون باید به گفتگو دیگر هجوم کند که دیگر حجت برای وقت باقی نمانده است. باز هجوم کند. نه، باید شاید برای زمین به کار بردن اونقدر نرود. هجوم کند پیوسته. یک شیدوی دیگر ترک میدان پهلوان ژاپنی است. هرچند او یک گوهری دارد. سومون باید از این کار دست نکشد. هجوم کند پیوسته. کمربند اصلاح کردن برای سومون مصلحت می‌دهد داور مرکز. و این پهلوان ژاپن باشد وقت رو کشول کردنی است. ببینید رو با هجوم کردن. یک بار دیگر هجوم کردن برای سومون مصلحت می‌دهد. و سومون کمی خسته می‌نماید. نه سومون توقف نکن، هجوم کن. کمی دیگر باقی مانده. سومون باید هجوم کند. بله، او رقیب را برارد. اوه، آن اکنون داور چی مصلحت می‌دهد؟ علامه خود را میبرارد. حالا سراول سوتف محمد بیکف امک یا مربی همچنین فوده را از میدان دور میکند. آفرین. آن اکنون شیدوی سیوم برد سومون است. آفرین دوستانی عزیز. حالا داور به طور رسمی کمی دست کشیدنی است. نه، اینجا درست است. آفرین دوستانی عزیز. بالاخره پرچم جمهوری تاجیکستان را در عرفه جشن این مقدسات ملی در پهلوی پرچم های دیگر کشور میبینیم. در وزن تا 73 کیلو بگذار فاتح از میدان دور رفت، اما طریق مصلحت کاری خود را ادا کرد. و سومون توانست که بعد از هجوم های پای در پای نشانی برنجی را به دست دارد. هرچند رقیب یک گوهری داشت، اما هجوم های پیوسته سومون کار سومون را به خوبی سومون داد. آفرین. در عرفه جشن مقدسات ملی دوستانی عزیز، سومون به قول دیگر کار را خوب کرد. انا این است تاکتیکای گوشتن جدا، نه همه وقت قوا و اصول به کار میبرد. باید تفکر بلند در گوشتن جدا باشد. انا تفکر بلند در سومون است که از اون وزر دل خسته نشد و هجوم کرد. انا این یک تاکتیکای خوبی گوشتن جدا است. با فکرم در اینجا باید قسمت فینالی برای دوستان عزیز. انا این با قول